سلام بچه گل چطور تو اسکلتی اومده امروز با یه ویدیو خفن جذاب دیگه از این کال آف دیوتی. اینجا که میبینید من هستم و یاسین سره. حالا تقریبا گاد لول همون هم نگاه کنید. حالا من صداش خیلی زیاده است، کم کنم چرت و پرت میاره، ولش کنید بابا، ویل کن، من چیکار صدا و اینا دارم، تربیت. خب یا پیغمبر چرا اینجا معطل داریم میشیم؟ بابا خسته شدم، برو تو، برو 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 برو، خیلی نامرده که خسته شدیم. آقا خیلی انگار وایفا ضعیف است و وایفا را قطع میکنیم و با نت خودمان میریم. هرچند حالا نت ندارم اما ما استفاده میکنیم، برام مهم نیست. بریم بریم بریم، بودو 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 بودو. خب تو بخش من خود نفسم گرفت چون یهو داشتم اینجا میدویدم و همراه اسکینم داشتم میدویدم. خب بریم اینجا، بیای مراقب باشیم یهو کسی نیاید. خب سریع خونساش بکنیم. بابا خب بریم اینجا، بدویم بریم. آی خدا، او نکنه اینجوریه که یکیشو فقط با خونسا کنیم. یا پیغمبر این بازی دردم باختیم، دیر فهمیدم. یک بر هیچ، هنوز چیزی نشده، هنوز قدرت ما داریم. خب بریم بچه، اگه میخواید اتچمنت هم بذارم براتون حتما تو کامنت برام بنویسید چون خیلی اتچمنت دارم. حالا حتی اگه یک نفرتونم نوشت سری براتون میرم. اوه یاسی اومده جلو، میزنمش. ماشاءالله ماشاءالله، یک مساوی میشه بازی. این یاسین سر قدر رو ما شکست میدیم، به امیدی که دومی هم بزنیم. به قول جواد خیابانی که همچین گزارش میکنه، همه چی میگه جز گزارششو. خب یاسین سه جای ما رو فهمیده، هی میاد اینجا، یا پیغمبر یا پیغمبر یا پیغمبر یا پیغمبر، و زدمون. چیزی نشده، هیچ چیز از ارزش های ما کم نشده، هنوز 2-1. اوه چرا دستم خوردمون. نباید بذارم اون ببره، من نباید بذارم اون ببره. حالا باور کن 6-1 میبازیم. همین یکیشم شانسکی زدم، حواسش نبود سری زد. اوه بچه جای ما رو دیگه فهمیده، باید یه جای دیگر تست کنیم. حالا صبر کنید فعلا یک بار دیگه بسید یک بار دیگه برم یا نرم، برم نمیرم. آره نمیرم، بهتره گولش میزنیم. نکنید او همش الان تو فکرشه که ما میریم A، در صورتی که الان ما میریم B. لامصب از همه طرف هم راه داره، خیلی باید مراقب باشم. خب اینجا قایم بشیم که کسی اون نیا، کسی که نه همون یاسین خودمون نیاد. وایسید اینجا زوم کنم تا اومد هدشو بزنم. وایسید ببینم، نه هیچی نیست. یه لحظه اوه چرا چیزی بود، خیلی هم چیزی بود. خب الان یا خونساش نکنه، زمان تموم شد. خیلی زمان بی تربیتی. اوه شدیم بچه 4-1. شرط تا با شروع تا دوباره بشیم عین همون حرفی که زدم، 6-1 ببازیم. خب حالا به امیدی که نبازیم دیگه، ایشالا نمیبازیم. ایشالا به حق امام موسی کاظم بود یا امام موسی جعفر، نه با مگه امام موسی جعفر داریم؟ به حق امام موسی کاظم نمیبازیم. وای بچه لوکاس اونم داره، لوکاس اون اما قوی تر از لوکاس منه. اوکی بیرش کنیم، با هم گان اولی برم خیلی بهتره. لوکاس آشغاله، باید برم اتچمنت های جدید برم پیدا کنم بندازم روش دیگه، اصلا خدا میشه.
فیلمش هم میذارم و اینا. وای 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 بچه ها دقیقه همون شکلی که گفتم باختیم متاسفانه. باقا ما امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت و ما کردن یادتون نره. لینک رو بکنم تو توضیحات هست، حتما جوینش بشید. بدرود.